سلام بینندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 24 اکتبر است و این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی آن را جمع همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. حالا توجه کنید به موضوع اساسی برنامه. در روسیه جوان تاجیک را با گمان تلاش حمله تروریستی به بینای FSB در شهر مسکو به 14 سال زندان محکوم کردند. چندین مقامداری روس پیشنهاد دارند که با کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری شود. مهاجران کاری میگویند باید دیگر از بازار کار روسیه دست و دل بشویند. مثال تاجیکای ما به سوی اروپا و یوژنی کره مثال همونجا رفتیم. جوان در دوشنبه شکایت کرد که با امید داخل شدن به دانشگاه فریب یک دوست قلابش را خورد و هزاران سامانی را از دست داد. دادگاه در مسکو روز 23 اکتبر یک شهروند تاجیکستان را به 14 سال زندان محکوم کرد. اکملجان احرارف و 8 نفر دیگر به تلاش برای ترکانیدن بینای FSB یا خدمات امنیت فدرالی روسیه در سال 2022 متهم میشد. تا کنون در دایره این پرونده چند شهروند تاجیکستان را به مهلت از 12 تا 22 سال زندان محکوم کردند. وکیلان مدافع بعضی از گمانزدها پرونده را ساخته نامیدند. اکملجان احرارفی 24 ساله را برای عضویت در سازمان تندروی دولت اسلامی یا داعش و سرمایه گذاری تروریسم گناهکار دانستند. مفتشان گفتند که او بعد آگاهی از حبس شریکانش به ترکیه رفته است و در آنجا گویا در اردوگاه دولت اسلامی درس گذاشته برای انتقامگیری به روسیه برگشته است. معلوم نیست تا کجا اتهامات واقعی می باشند، چون در بازداشتگاه‌های روسیه برای گرفتن اقرار متهمان بسیار وقت به شکنجه دست میزنند. در پی حمله به کراکوس و افزایش فشار به مهاجران همکنون چندی از مقامات بلندپایه این کشور مسئله جاری کردن ویزا و یا روادید با کشورهای آسیای مرکزی را مطرح کردند. به باور آنها زادگان آسیای مرکزی به امنیت روسیه خطر ایجاد میکنند. مهاجران میگویند اگر ویزا جاری شد به کشوری دیگر به کار میروند. نظر تحلیلگران چی است؟ آیا واقعا روسیه قصد جاری کردن ویزا از جمله با تاجیکستان را دارد یا نه؟ گزارش بخش میگرانت میدیا را همکارم طاهر سفر تقدیم میکند. برخی از مقامداران روسیه ماه‌های اخیر از جاری کردن ویزا و یا روادید با کشورهای آسیای مرکزی حرف میزنند. از جمله الکسی گراوای معاون وزیر امور داخلی که به قول او این نظام برای امنیت داخلی روسیه مهم است. بیکار کردن نظام بی‌روادید گزینه بهترین برای تأمین امنیت داخلی کشور است. گراوا یگانه مقام روسیه نیست که درباره ویزا با کشورهای آسیای مرکزی میگوید. سرگئی میرانوف رئیس حزب روسیه عادل به جانبداری از جاری کردن ویزا با ازبکستان صدا بلند کرد. کنسولگری ازبکستان در قزان از ازبکستانی ها دعوت کرده است که در صف ارتش روسیه نجنگند. چرا دعوت نکرد که ما در پولی نگیرید؟ از دیگر امتیازها استفاده نکنید. این ممکن است، اما حفظ کشوری که تو را می‌خوراند ممکن نیست. نظامی روادید تنها همین و چون این شهروندان نیاز نداریم. برخی از مهاجران گفتند در صورت جاری شدن ویزا می توانند به کشورهای دیگر بروند. کشورهای اروپایی و یا کره جنوبی که به باور آنها شرایطی بهتر دارند. آن زمان برای مهاجران بهتر است که با ویزا به اروپا روند. همه پترین میگرند. اگر ویزا جاری کنند مجبور میشویم که روسیه را ترک کنیم. مثال تاجیکای ما به سوی اروپا و یوژنی کره مثال همونجا رفتیم. ما فکر کنیم اگر اینجا نشد با هم بسیار کوشش میکنیم. مثال کجایی که مردم ما رفتیم، زیرا که ما 20 سال زیاد شد مثال کاری ما فقط مهاجرت است. فکر ما همینه که ما فقط از مهاجرت میتونیم پول کنیم و زندگی ما رو گذرونیم. کارشناس سیاسی شرلی ریزایان احتمال جاری کردن ویزا را بسیار کم می‌داند و باور وی از این کار روسیه در دراز مدت در منطقه ضرر خواهد دید. چنین احتمال البته هست، ولی امکان آن نهایت پست است. شاید از 1% هم پست باشد، چون که ما اگر از روی منفعت‌های حیاتا مهم راهبردی و دراز مدتی روسیه به این موضوع نگاه کنیم، پس از بین بردن نظام بی‌روادید به هدف‌های دراز مدت این کشور تأثیری نهایت منفی می‌رساند.
و این اصلا با چی نیست، با منفعت خود این کشور جوابگوی نیست. مقامات رسمی کشورهای آسیای مرکزی به دعوت‌های جاری کردن روابط با روسیه واکنش نشان ندادند. مهاجرانی که با میگرانت مدیا صحبت کردند گفتند که در چنین صورت روسیه نیز ضرر می‌بیند. با گفته آنها همین حال روسیه به نیروی کاری محتاج است و اگر ویزا جاری کند حالش از این بدتر می‌شود. аз ҳамла ба толори крокус дар Москав ки аксар тоҷиконро бо гумони даст доштан дар он боздошт карданд 7 моҳ гузашт. Кумитаи тафтишотии Русия мегӯяд иҷрокунандаҳои асосии ҳамлаи террористӣ 4 шаҳрванди тоҷикистон мебошанд. аммо шубҳаву гумонҳо дар ин бора хеле зиёд аст. ҳамкори мо мулло Раҷаб Юсуфӣ ба ҳодисаҳое муроҷиат кардааст ки баъди ин ҳамла рӯй доданд. مقامات روسیه گفتند که گروه عبارت از این 4 نفر شب 22 مارس به تالار کنسرتی کراکوس حمله کردند. تروریستان با ماشین رنو به نزدیک کراکوس آمدند، به تالار در آمدند و به پراندن آدمان سر کردند. سپس چندین جای تالار را آتش زدند. از تیراندازی و سوختار 144 نفر کشته شد. همه این در 18 دقیقه صورت گرفت و حمله‌وران با همین ماشین خود از جای حادثه رفتند. حادثه ساعت 20 شام 22 مارس رخ داد و کمیته تفتیشاتی روسیه صبح 23 مارس از بازداشت 11 متهم خبر داد. از جمله 4 گمانبر اساسی در فاصله 370 کیلومتر از جای حادثه در ولایت بریانسک بازداشت شدند. در وقت بازداشت یک گوشه سید اکرم رجبعلی زاده را بریدند. شمس‌الدین فریدون را با گذاشتن برق در آلات مردی اش شکنجه کردند. محمد صابر فیضاو را در حال به دادگاه آورده بودند که بیهوش بود. دلرجان میرزایف هم در دادگاه بی‌حال و سردرگم به نظر می رسید. در سر و رویش آثار لطوکوب داشت و در گردنش باقی مانده پاکت سلفانی آویزان بود. شکنجه دیدن بازداشت شدگان تحقیق نشد و کسی هم جزا نگرفت. یک حادثه در بازداشتگاه ادعاها درباره افراطگرای اسلامی بودن بعضی از این نفران را زیر سوال برد. رسانه‌های روسیه 17 ایول نوشتند دلرجان میرزایف هنگام گفتگو با پاسبان زندان که مسلمان بوده است دین اسلام را سخت تنقید کرده است و این بحث با زنازن انجامید. تفتیش پرونده حمله به کراکوس ادامه دارد و معلوم نیست که کی مقامات روسیه دلیل‌های رد نشونده شرکت تاجیکستانی ها را رسانه‌ای خواهند کرد. بینندگان عزیز گزارشی کامل در این باره به زودی در وبسایت azadi.org و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام نشر می شوند. حضور سربازان کره شمالی در روسیه و احتمال شرکت آنها در جنگ ضد اوکراین یک مسئله جنجال برانگیز شده است. ایالات متحده آمریکا گفته است دلیل دارد که واقعا هم سربازان کره شمالی در روسیه حضور دارند. یک روز پیش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت 2 واحد سربازان کره شمالی در روسیه برای جنگ در اوکراین آماده می شوند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. مقامات آمریکایی میگویند هنوز روشن نیست که نظامیان کره شمالی کی و چگونه در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. آنها چیکار میکنند؟ باید دید. حضور چند هزار نظامی کره شمالی در میدان جنگ شاید تغییر جدی وارد نکند، ولی پیامدهای آن را کارشناسان نگران کننده میدانند. چنین به نظر می رسد که کره شمالی از شریک استراتژی با روسیه که به این کشور سلاح می دهد به یک طرف جنگ تبدیل می یابد. این تلاش ها به شکل گرفتن یک اتحاد نزدیک تر است. کاخ سفید همکاری های کره شمالی و روسیه را خطرناک و نگران کننده نامید. این به جنگ در اوکراین تاثیر دارد. به وضع در منطقه هند و اقیانوس آرام نیز بی تاثیر نیست. این مقامدار آمریکایی گفت که ایالات متحده آمریکا در این باره با چین تماس گرفته است و می‌خواهد نظر این کشور را در این موضوع بفهمد. او به کره شمالی نیز هشدار داد. اگر سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین اشتراک کنند، حمله به آنها برحق است. جان کیربی گفت استفاده سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین نشانه ضعف و ناامیدی روسیه است. آنها در شرایط قرار دارند که به ارتش بیگانه تکیه کردند. نشانه آن است که ارتش این کشور در حالت بد قرار دارد. ایالات متحده آمریکا گفت روزهای نزدیک علیه کشورهایی که به جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌رسانند
تحریم‌های نو جاری خواهد کرد. در دوشنبه یک جوان میگوید به دام فریب و قلابی یک دوستش افتاد و پول کلان را از دست داد. این ساکن دوشنبه خواسته است از راه معامله غیر رسمی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر برای تحصیل گذرد ولی فریب خورد. مقامات میگویند از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر گذشتن دانش آموز رایگان یا بے پول است. شهلای عبدالله گزارش میدهد. این جوان برای ادامه تحصیلش در یکی از دانشگاه‌های پایتخت و همخانه با دوستش مبلغ داد. ولی با گذشت 3 ماه نه دانشجو شد و نه مبلغش را پس گرفت. من قبلا در دانشکده پلی‌تکنیکی شهر خوجند در رشته معماری می‌خواندم. بعدا خواستم در دوشنبه ادامه تحصیل کرده کسبم را هم عوض کنم. تا جای میدانم دیپلم دانشگاه تاجیکی و اسلویانی در روسیه هم اعتبار دارد. از این لحاظ این دانشگاه را انتخاب کردم. این دوستم که همراه یک خانه را اجاره می گرفتیم گفت در این دانشگاه شناس دارد و می تواند کمک کند. با گفته مصاحبه ما او تصمیم قطعی ادامه تحصیل در دوشنبه را داشت و برای رسیدن به این هدف به حساب دوستش 30,000 سومانی گذراند. من راه دیگر نداشتم زیرا می‌خواستم وقت را از دست نداده اینجا عاجلاً ادامه تحصیل کنم. وی به من گفت که دیکان شناسی او است. چند مرتبه گوشی را به کسی داده میگفت دیکان است و من گویا با دیکان صحبت میکنم. حالا میفهمم که دروغ میگفته است. من در اینجا میخواستم ساحه پداگوژیک آموزم. بعد گرفتن قسم دیگری مبلغ وی گم شد. فعلا به گفته نیکیتا حالا نسبت بهزاد ارگامов همخانه او پرونده باز شده تفتیش پرونده قلابی ادامه دارد. تلاش‌های ما برای پیدا کردن ارگامов تا نشر مطلب به نتیجه بود. مقامات هم در این باره شرحی ندادند. نیکیتا که حالا در تاجیکستان دور از پدر و مادر زندگی میکند از آنکه بر رفیقش باور کرده است پشیمان است و چندان درک نمیکند که خود به قانون شکنی راه داده است. ما حتی به خانه اشان رفته بودیم. دوست هیچ وقت خانه پدر و مادر خود را آشکار نمی کند. حقوقشناسان توصیه می دهند که جوانان در چنین حالت باید احتیاطکار باشند. وقتی که به یک شخص پول دادن میشه که یگان مناسبت بین دو شخص میشه در اینجا باید حتما معین کرد که وی شخص در حقیقت چی کاره هست و یگان حجت تصدیق کننده مثلا شرطنامه باشد بینشان مثلا برای این یا آن عمل شرطنامه کرد و در بسیار حالاتایی که امروزها دچار میشن مثلا برای خاطر حالتی که شما هم گفتید پول گرفته با یگان دانشگاه داخل میکنم با یگان وای داخل میکنم این الکه بله وعده کار است این الکه خودش عامل‌های کروپسیونی است. در گذشته چنین شکایت‌ها بارها صدا داده است. مرکز ملی تستی نیز به داوطلبان مراجعت میکند که به میان‌روها باور نکنند. همه ساله نوبسته از کارهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی که مرکز انجام می‌دهد حالت‌های نیز مشاهده می‌گردند که بعضی از داوطلبان و یا پدر و مادران آنها به اشخاص ناپاک یا به اصطلاح قلاب باور کرده با آنها در روند امتحان‌های مرکز رانندگی داخل شوی همکاری می‌کنند یا عمل‌های دیگری را انجام می‌دهند که اصلاً گوییم این به مرکز هیچ علاقه‌مندی ندارد. گذریش از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر رسما رایگان است ولی اختصاص داوطلب در دانشگاهی که تحصیل را ادامه دادن می‌خواهد باید مطابقت کند و برای این رضایت راهبران دانشگاه‌ها نیز لازم بوده است. بینندگان ارجمند برنامه به انجام میرسد و بسیار سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش ها از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان.